خب جناب کبیری، سوال نخستین من این است که آیا شما علاقه از حالت شوک برآمدید بعد از اعلام شدن نتایج انتخابات؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، من اصلا در شوک نبودم و همون ساعتی که اعلام شد، همون دقیقه ها این رو همچون یک واقعیت قبول کردم و دنبال برنامه‌های بعدی و تلاش آن برای که دیگران رو از شوک برارم دنبال همین بودم. یعنی معلوم میشد که شما همین نتیجه رو انتظار بودید؟ این احتمالیت وجود داشت، پیش بینی میکردم، اگرچه ضعیف بود. من 3 یا 4 احتمالیت رو پیش بینی میکردم که یکیش همین بود، ولی خیلی ضعیف. به هر صورت آمادگی داشتیم. خب یعنی حالا معلوم می شود که هیچ یک از نامزدهای حزب نهضت به وکیلی پذیرفته نشد، یعنی نتیجه انتخابات چگونه شد؟ چی نهایتا معلوم شد یا نه؟ ما علاقه در بیانیه خودمان اظهار کردیم که این یک انتخابات ناشفاف و غیر آزاد بود، نتیجه آن را اعتراف نخواهیم کرد و وابسته به همین شرایط و با همین واقعیت جدید کار خود را ادامه خواهیم داد و برای نهضت اسلامی تاجیکستان این آخری تاریخ نیست. این تنها یک مرحله جدید هست، آغاز مرحله است، یک تکان هست واقعا و هر یک انسان، هر یک حزب سیاسی در حیاتش همیشه نیاز به یک تکان دارد. باید یک نقطه آخر یک مرحله باشد و نقطه آغاز مرحله دیگر. فکر میکنم که نهضت اسلامی تاجیکستان میتواند این نقطه را که ظاهرا یک تهدید است و یک مشکلی هم هست تبدیل به یک فرصت جدید کند و مرحله نوی فعالیت خودش را آغاز کند. در همین چند روزی اخیر بعضی حدس و گمان ها هست که میان حزب نهضت و مقامات در مورد پیروزی یکی از اعضایان حزب نهضت هم مذاکرات شده است. تا کجا این واقعیت دارد؟ همیشه در اطراف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حدس و گمان ها، تخمین ها زیاد بودند که 99% آنها واقعیت ندارند. بسیاری ها وقتی میبینن که ما خیلی آرام رفتار میکنیم بدون احساسات و گاه ها موقع گیری های ما از نگاه بعضی ها غیر منطقی می نماید، چون بالای ما فشار میارند ولی ما آرام هستیم، با ثبات پیش میرویم، به احساسات داده نمیشه. میگن حتما در اینجا یک گفت و شنید، یک تجارت پس پردگی وجود دارد، وگرنه هیچ امکان ندارد که بالای یک حزب اینقدر فشار بیارن ولی در جواب آرام باشد، خاموش باشد و باز هم به صبر و تمکین دعوت کند. پس حتما یک وعده کردن یا مشورت هست. حتی ببینید وقتی که تمام مالکیت ما رو گرفتن یا اکثرش رو گرفتن، گفتن که اینجا هم چی مشورتی هست، چی وعده کردن. بعد دفترهای حزب نهضت رو تخریب کردن، بستن. باز هم شکاکان گفتن اینجا حتما بین نهضت و حکومت چی مشورتی هست. نتیجه انتخابات رو به این حدی دروغ تقلب کردن. ببینید که حتی در همین حالت هم بعضی ها میگن که بین ما و مقامات دولتی باز چی تجارت و چی مشورتی هست. هیچ تجارت، هیچ مشورت نیست. ما هم کارمون شفاف است، آشکار هست. کسی رو هم برای مکالمه و مشورت رد نخواهیم کرد. یعنی ببینید شما از صبر و تحمل که مثلا سخن گفتید، در سخنرانی اخیرشون سید عمر حسینی هم گفتن که باید در خواندهای قرآن هم دید که صبر زیاد هم کفر نباشد. این به معنای اون نیست که مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اکنون تاکتیک خود را دیگر میکند. ما نه تنها باید در این مرحله آینده نامردی رقیبان بلکه انتقاد رفیقان را هم باید تحمل کنیم. ولی تصمیم شخصی من هستم، چون امروزه مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که اگر بعد از مشورت و مصلحت با همکاران، با دوستان، همونطوری که قرآن مجید میفرماید، این ارزش قرآنی هست که اول مشورت کنید با اونهایی که با همراه شما هستند، بعد تصمیم بگیرید. اگر که تصمیم گرفتید توکل به خدا. ولی وقتی که من تصمیم گرفتم برای یک سیاست همچون رهبر، اگر تمام دنیا علیه من بشورد، قیام کند و تنقید کند، که از راهم بر نخواهم گشت. چون
آیین رهبری این رو تقاضا میکند که باید عامه رو از قفای خود برد، نه اینکه تابع رأی عامه شد، چون عامه نه همه چیز رو میداند. البته باید برای رأی مردم اجر گذاشت، احترام کرد، گوش کرد، ولی تصمیم رو باید خودی مسئول بگیرد که تا امروز الحمدلله در مشورت با دوستان گرفتیم. نهضت نیروهای سیاسی با اون فرق میکند که یک نیروی عقیدتی هست، ارزشی هست. ارزش هیچگاه از بین نمی رود. شخصیت ها می روند، ممکن کبیری نباشد، ممکن رهبریت امروزه نهضت نباشد، حتی ممکن نهضت در همین ساختار و در این فرمت دیگر نباشد، ولی ارزش اون دائمی است، ابدی است و حتما در شکل دیگر، در جای دیگر و وقت دیگر سر خواهد زد، عمل خواهد کرد. اما ما میخواهیم که این ارزش ها در دست آدمان سالم، منطقی و معتدل باشد. خدای نکرده اگر این ارزش ها و شعارها به دست تندگرایان بیفتد که حتما این ریسک هست. به خصوص بعد از این گونه انتخابات پرتقلب احتمال گرایش به طرف تند شدن جوانان بیشتر شد و این اشتباهی بزرگی بود که مقامات دولتی کردن. خدا کند که از این به بعد اشتباه نکنند. اظهار داشتید که نتیجه های انتخابات را قبول ندارید و از راه قانونی عمل خواهید کرد و اگر شما رود و به دادگاه مراجعت کنید آیا دلیل های در دست دارید مثلا برگاه تقلب شده و دیگر چیزها؟ ما به دادگاه و به هیچ نهاد دیگری دولتی مراجعت نخواهیم کرد، چون تجربه گذشته نشان داد که این یک صرف بیهوده وقت و نیرو هست و تمام نهادهای دادگاهی سودی در تابعیت حاکمیت اجرایی هستند، از حرف آنها بیرون نمیبرند و بنابراین ما به جای مراجعت نخواهیم کرد، ولی تلاش رو برای برقرار کردن حق مردم ادامه خواهیم داد. به شکل دیگر و خصوص ما در آینده هم حالا هم تقاضا میکنیم و در آینده هم از مقامات دولتی تقاضا خواهیم کرد که از این به بعد دیگر فشار و محدودیت ها را بالای مردم به خصوص اعضایان و طرفداران نهضت کم کنند، اصلا بردارن. ما پیشنهاد ما همین است که اکنون به خود بیاین، هر نتیجه‌ای که میخواستند گرفتن، اعلان کردن، ما آنها را قبول نداریم و به دادگاه هم بردنی نیستیم. از یک طرف شاید خوب هم شده باشد که از این پارلمان و از این قالب‌های ساخته و ثانی نهضت کمی آزاد شد و در آینده دنبال بیشتر کارهای فکری و اندیشه‌ای می رود. از این بعد دعوت میکنیم که در جامعه روحیه گفتگو و مکالمه و همدیگر فهمی رو بیشتر تقویت بخشد و حکومت برگردد به همون فضای آرام و وحدت ملی که بعد از امضای سازشنامه به وجود آمده بود. امروز با انتخابات فکر میکنید راه نیافتن حزب نهضت با کرسی ها صاحب نشدن با کرسی های پارلمانی وکیلی، این سبب های ابجکتیوی داشت یا سوبژکتیوی؟ بیشتر سبب های سوبژکتیوی داشت، چون من نمیخوام از حد زیاد مبالغه کنم، نه به نفع حزب نهضت یا نه بر ضرر اون. اون نتیجه که اعلان شد و ما با پارلمان راه نیافتیم نتیجه واقعا دروغ است، واقعی نیست، هیچ کس باور هم ندارد. من حتی میدانم که در لگر مقابل که بعد این گونه پیروزی عادتا باید یک خوشحالی باشد و طبل شادی بزنن، در اونجا حالت خجالت و شرمساری هست. هیچ کس شادی نکرده ایستاده است، چون همه میدونن که این رقم ها دروغ است و با چندین نفرایی که همکاران سابق یا دیگر مسئولین وقتی ملاقات میکنیم اونها عذرخواهی هم میکنن. ما باید همه تلاش کنیم که هر چه زودتر حکومت و مسئولین از این حالت خجالت زدگی بیرون بیایند. البته میدونم که دشوار است دیگر به چشم مردم نگاه کرده گپ زدن درباره دموکراسی و انتخابات شفاف و جامعه شهروندی. من با استفاده از این فرصت به مردم تاجیکستان، به ملت تاجیک، به همه کسانی که در انتخابات شرکت کردند و به خصوص به اونهایی که به نهضت اسلامی تاجیکستان و نامزدای ما رای دادن تشکر میگم. رای ما خیلی زیاد بود و ما این رو میدونیم. از روی معلومات شما استادایی که از شما دارید چی رقم رو پیشنهاد کرده؟ تقریبا چقدر است؟ پایین ترین رقمی که به دست ما آمد از پروتکل ها و بعضی участк‌های انتخاباتی که یا با دلیل با وجدانی اعضایان участок رئیسان участок ها زود اعلان کردن یا هنوز تجربه تقلب رو نداشتن، سپارش رو سری وقت نگرفته بودن،
پایین‌ترینش از 25 بالا هست تا 40-50 هم ما نتیجه ها داریم. در یکی از участк‌های انتخاباتی شهر وحدت وقتی که نتیجه اولی رو اعلام کردن که بیشتر از 50% هم نامزدی ما و هم حزب رای داشت، در یک حالت شوک بودن و صندوق رو برداشتن، گفتن که جماعت باید ببرن. ماشین های ناظران ما از قفای ماشینی که صندوق در داخلش بود تا جماعت رفتن، اون جماعت هم نرفت، به طرف دیگر طرف حرکت کرد. خلاصه حس کردن که از قفای ماشین باز ماشین های ناظران ما هست، با هر راه صندوق رو دیگر بردن و تا بیگاه ناظران ما منتظر بودن. نامزد ما سید عمر حسینی منتظر بود که این صندوق پیدا شود که بالاخره تقدیر این بولتن ها چی شد پیدا نشد. به هر صورت با کسانی که انتخاب شدن برای کار میخواهم، به حزب ها هم، ولی یادشان نرود که در اون جایی که نشستند و کار کرده ایستادند باید دیگران می نشستند و وقتی که تصمیم میگیرند قانون قبول میکنند فکر دیگران رو هم داشته باشند. از برگزاری انتخابات هنوز اونا شنیده بودن که حزب کمونیست همگی 2% باید آواز گیرد و شایان هم گفته است که مثلا نه انتخابات شفاف برگزار می شود. با شما نیز همین گونه صحبت ها بود و شما نیز همین گونه آوازه ها را شنیده بودید یا نه؟ ببینید تاجیکستان یک کشور خرد هست. مردمش با هم خویش و تبار یار و دوست هستند. شما مطمئن باشید هر تصمیم که در دولانهای حکومت گرفته می شود به این یا شکل به مردم می رسد، یا در شکل آوازه یا یک کسی ناآگاهانه بداهتا این حرف رو میگوید و به ما هم فضا می رسید، همونطوری که تمام اون چیزی که ما در داخل نهضت میگیم به دیگر مقامات هم می رسد و هیچ کس فکر نکند که در یک شرایط زندگی کرده ایستاده است که از تصمیم‌هایشان، از مشورت‌ها دیگران آگاه نیستند. ما هم آگاه هستیم و می‌دانیم که در کدام شرایط حالت این تصمیم‌ها گرفته میشه. دیگران هم از مشورت‌ها و تصمیم‌ها ما آگاه هستند. ما در نهضت ستاد نهضت مسئولین ما یک نظرسنجی رو راه اندازی کردن، گفتن که هر کس با اون یک صندوق پیش بینیش رو نوشته پرتوید، بعد از نتیجه گیری باز میکنیم صندوق رو که تخمینی کی به حقیقت نزدیکتر است. وقتی که بعد از اعلام نتیجه دوستان ما در ستاد اون صندوق رو باز کردن، همگی 2 نفر پیشنهاد کرده است که پیش بینی کرده است که به نهضت یگان جا نخواهند داد و یکیش من بودم. یعنی شما میدونستید؟ من خبری عمیق نداشتم، ولی ببینید مسئولیت، تجربه و داشتن اطلاعات کمک میرساند که انسان یک تحلیل درست‌تر داشته باشد، واقعیت‌ها رو خوب بشناسد و برای همین من وقتی که در اون صندوق پرتوتم رایم رو برای نهضت گفتم هیچ چیز نمیدهند و همونطور هم شد. متاسفانه همونطور هم شد. ولی ببینید ما همین چیزی که الان سوالی که شما دید بسیار مهم است که شبدالوف میدونست، شنیده بود و ما هم تقریبا همیشه رو میدونستیم و حتی حزبایی که وارد پارلمان شدند اونا هم از قبل میدونستند، با ما میگفتند که چند جا به آنها میدهند، چون بالاخره ما با هم دوست رفیق هستیم، یکدیگر میشینیم و همراه سفر میکردیم. سیاستمداران ما بغیر از اون که سیاستمداران در حزب‌های گوناگون باز همه تاجیکستانی هستیم و دوست رفیق هستیم. صمیمانه میگفتن که با ما این وعده را کردن، گفتن و همونطور هم شد. به هر صورت باز تکرار میکنم این نهایت تاریخ نیست برای ملت، برای کشور، از اون جمله برای نهضت اسلامی تاجیکستان. من این رو اعتقادا میگم با یک باوری، همونطوری که در پیش بینی هم از نتیجه اشتباه نکردم. اجازه بدید این فالبینی نه، این پیش بینی خواب و خیال نیست، ولی یک چیز دیگر رو به شما و به دیگر دوستان بگم که من برای طرفداران خودمان، اعضای خودمان، برای ملتمان یک آینده نیکی رو دیده ایستادم. البته در آینده نزدیک یک دشواری‌های به وجود می آید، یک امتحان‌های سخت‌تری رو همه ما روبرو خواهیم شد، ولی آینده ملت هم، آینده کشور هم، آینده حزب و دوستانم در بهتر و خوبتر خواهد شد و باید که امید رو از دست نداد. تشکر زیاد. سلامت باشید.